ممنون شد. فرمایید اینجا محل سکات زدنه. من یک دقیقه میدونم نمی‌کنی ولی گفتم که بشنوی. آقای شعبانی، تریبون نماز جمعه حکومت اسلامی باید علوی باشه. فرق باید داشته باشه با تریبون امویان. باید تن مسئول مفسد، مسئول ناکارآمد با حرفای شما بلرزه. این موعظات، این لحن آرام تنی از این مسئولین رو نمیلرزونه. آقای شعبانی، مخاطب این بایدهای شما ابتدا خود شمایید. اگر شما این مسئول رو بکشید در همین تریبون نماز جمعه پاسخگوش کنید، اگر بکشونی بگی 35,000 نفر سر صف وام ازدواج چرا موندن، این جوان بره کجا اعتراض کنه؟ مسئول جواب من دانشجو رو نمیده. شما باید این کارو بکنید. این بایدها، این لحن موعظه گرایانه اگر اثرمند بود تو الان اثر میذاشت. آقای استانداری که بی‌لیاقت، بی‌کفایت، 100 بار مردم اینجا جمع شدن برای مسکن ملی، برای نفس‌های 70 متری. چند بار دیگه جمع شد. شما کیو به استاندار بشید؟ باید طرفمون گوش داده بشه. آقای فرماندار جواب یک خارج نشین 5000 کیلومتری اونورتر رو میده، جواب ما رو نمیده. این بچه‌هایی که شبا کف خیابون داره خونشون ریخته میشه. شما کجایید؟ مسئولین استاندار کجاست؟ فرماندار کجاست؟ بچه‌هاتون کجاست؟ چرا باید بچه بسیجی خونش ریخته بشه کف خیابون؟ در برابر برادر خودش، در برابر برادر خودش. بله یه عده اغتشاشگرن، مرگ بر اونا، ننگ بر اونا. پاشو آقای شعبانی شبا بیا پیش این بچه‌هایی که تو سرما وایسادن جواب اونا رو بده، باشون حرف بزن. درک کن مسیر رو، درک کن محل رو، درک کن کف میدان رو. حداقل در سطح استان کاری بکن. میدونم نمی‌کنی ولی گفتم که بشنوی.